سلام برابکس عزیز اومدیم با یه ویدیو جدید. من عرفان هستم، من مشتبه هستم. ساب، لایک، کامنت و زنگوله فراموش نشه. بریم و خب آقا مشتبه چی آوردی برامون امروز؟ امروز براتون ویدیوهای فان آوردم. اسم ویدیو هم سعی کن نخندی چون جریمه داره. جریمه‌ش هم اینه که آخر ویدیو هر کسی که ببازه خب یه دونه پوست موز میذاره تو کلش، وسط کلش میذاره و یه عکس میگیریم و داخل ویدیو استفادهش. خب اوکیه. همین جریمه‌ش همین عکس با موزه. عکس با موز، عکس با پوست موزه. خوبه؟ چیه بریم؟ اوکیه بریم. جریمه سختی هم نیست. آره زیاد خیلی زیادی ساده است ولی خب بریم. اشکال نداره، تنوع میشه. آخه میدونی خب قراره من ببرم، میذاری ذره دهن سرویس شه. نه اصلا جالب نمیشه اینجوری داشت. وقت دهن من سرویس میشه. بریم. شاید تو باختی. بریم برای نمیدونم، شاید من باختم. بریم برای ویدیوهای اول. یکی من اینو خودم آوردنی هم خندم، باز الان هم خندم. آخه بشر بگو تو کرم داری با توپ رو پایی میزنی، چرا میزنی زیر بدبخت اینجوری پرتش میکنی؟ بریم ویدیو بعدی. ولی بازم مصنوعی بود، انگار مثلا یه ویدیو دیگه. آره دقت کنی اون آخرش رو بخوای نگاه کنی بلند میشه مسخره بازی. آره طرف معلومه مصنوعی. بریم بخواد تولید جدید ایران خودروه برو یک حالا برو تو خب برو سه زیاد مصنوعیه. من خودم مصنوعی بودنش کار ندارم، مثلا چرت و پرت. من خودم اونا رو زیاد نگاه نکردم. برو چرت و پرت. سیتی. بریم بعدی. یک پشماش داره موش میده. نمیدونه چه میگه، موش میده. من چرا اصلا با اینا کی بودن سر راه قرار دادی؟ یه دونه افتادی عقب فعلا. 2-1 شدیم. بریم بعدی. مادر جنده 2-2. بیشرف ول کن بچه روز غذا زیاد باحال نبود. میدونید در جنده. بریم بعدی. من پولی که واسه زحمت میکشم و خرج اشغال خودم و مسافرت میکنم، نه خرج دختر مردم. خدا اونو نگیر دیگه نامون. چی شد؟ خندیدی؟ حالا من نفهمیدم چی داشت شد. گندگیزی میکرد. من مثلا پولی که در میارم و خرج کس دیگه ای نمیکنم، خرج رفیق خودم نه خرج خودم میکنم، خرج اشغال خودم میکنم. بعد دوربین میاد این داره لواش خالی میکنه. لواش پنیر خالی. یه بذار نگاه کنیم. من پولی که واسه زحمت میکشم و خرج اشغال خودم و مسافرت میکنم، نه خرج دختر مردم. خدا اونو نگیر دیگه نامون. تمام فقط متوجه نشدی و اندازه فقط میخندی 3-3 میشدی. الان 3-2 این. آره بریم دیگه. بازیم بچه‌ها. من گفتم امروز قراره ببرم. خب 0-3 سخت اومد. آخر صدا تام بود نه؟ دقیقاً رفت تو ماشین دیگه. اون بوغر رو زد کرم ریخ سریع رفت پرید تو ماشین. بریم ویدیو بعدی. حاجی من حاجی من گواهینامه بدم کی داره بشین حاجی من 2 سال پیش گواهینامه دادم. من میام Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni زوری خودشو نگه داشتم. دیدم آخه اینو من. ولی بازم میخواست خندت بگیره. دست رو نگاه حاله. اون سه تاشو رفتن با چشات پر عشق شد. زوری خودشو نگه داشت. تو ایچالاتش نگه داشت. بریم بعدیه. نداره رحم کردم فعلا یه دونه من
بیشتر هم علی به خدا من کمربند فعلا من عقبم 3-2 خیلی دست شما ممنونم درد نکنه از دست شما قدرت تکم برم خدایی دوبله بودی خیلی خوب دیده بودی تو؟ من کارتونشو ندیدم انگلی برد دوباره داریم انگلی برده؟ خیلی باحاله نه من ندیدم کمدی ها فکر کنم دیدم البته اینجاشو یادم نمیاد شما دست شما درد نکنه نه میگه درد شما دست نکنه دست شما درد خیلی ازتون برعکس میگه دیگه کلا آره بریم بعد بگو کجا داریم میریم ها؟ اینجا داریم دستشوی جش کنیم بی آب گرم چی آب گرم؟ من دستشوی ندارم داشتن اینجا همومه که دادت فلم بوسک میدی فلم که سگ دهن شما رو برینه به همچنان من نمیتونم کنترل میکنه خودش 3-2 میبرم تا آخر تو حالا خودت نگرد اینجا کمک کنی بیتون میام کار نرم جون داشت منو بابا فهم خواهید چوری این درخت بالا رفتی یا اکبر موست مگه درختی داری تو چی کار کردی؟ مجبور بودم نمیم چجوری رفتی؟ من نمیخورم به ناموست به ناموست جیگار کردی؟ میگه تو جیگار کردی؟ من فقط میخوام بدونم چجوری اونجا موش درختی داریم مگه حس میکنم رسیدم به مرز واقعیت و رویا و در ژرف‌ترین معانی فلسفه زندگی دارم غرق میشم و تمام ابعاد ظریف روحانی و معنوی دارم شامل میشم. حس میکنم سبکتر از بال پروانه‌ام و زلالتر از آب رودخونه. اینایی که گفتی یعنی چی؟ بگوزی خود متوجه میشی. گوزیدی. نتونستی بالاخره کنترل کنی 3-3 آخه ببینید خیلی قشنگه یه بار دیگه نگاه کن همون پلی کنی آره یه بار دیگه حس میکنم رسیدم به مرز واقعیت و رویا و در ژرف‌ترین معانی فلسفه زندگی دارم غرق میشم و تمام ابعاد ظریف روحانی و معنوی دارم شامل میشم. حس میکنم سبکتر از بال پروانه‌ام و زلالتر از آب رودخونه. اینایی که گفتی یعنی چی؟ بگوزی خود متوجه میشی. گوزیدی. باید میشی گوزیدی. خیلی خوبه این قصه. این با رفیقش خیلی خفنم خدایی. یابا شوف توقعش نداشتم وقتی عرفان نمیخواد بخنده یه بار دیگه ببین اصلا فکرشو نمی‌کردم همچین کاری من خودم اولین بار دیگه فکرشو نمی‌کردم ولی الان فکرشو می‌کردم به جا زن شطلا سلام خانم سلام 100 میلیون تومان خرجت کردم با این 100 میلیون تومان میتونم هزار تا غلط دیگه بکنم بسه بابا ولمون کن دور آقا چیزی شده برو بابا خانم یاد کی میندازه تو نمیدونم یادم رفته Polizei. شما دو ماچ کنن چپ میشونی چون میدونن چیکار کنن دیگه بریم بعدی من تو سر ساعت دهونیمه میگه چند وقت پیش یه جو منو دیده کاستوم تنشه انگاه هالوینه یه کاری میکنه بهش بگم نرو دیگه تکیلا رو ریختم تو استکان چایی بعد بهم میگه منو توی با موزیک بعدی موزیک بعدی ایوان زور آورده به خودش نفهمیدی قاطی کرده بریم بعدی Yadıma sen düşende
بوغانا داشlı قalıb جنگل داشlı قalıb نمیخوای بخندی نه؟ همینطوری تا آخرش ببین اگه مصاحبه بخوای بیای جفتمون بعد بذاریم موضوع جفتمون میذاریم موضوع بذار عکسو بگیر حالا بچه‌ها امیدوارم ویدیو امروز لذت برده باشید عکس هم کرده باشین حال کرده باشین قربون همتون برم ساب لایک کامنت و زنگوله فراموش نشه دوستتون داریم خدافظ